آخه من نمیدونم یه زن به غیر از خونه تمیز کردن و غذا درست کردن چه کار دیگه ای داره تو خونه. تمیز میکنم مادر جان، این بغل ساخت و سازه. والا ما هم عروس بودیم، مادر شوهر میومد خونه دست و پامونو گم میکردیم. مامان اینی که پوشیدم خوشگل تره یا این؟ قربونت بشم که بچگی خوش تیپ بودی، جفتشم قشنگی بهت میاد مادر. پیمان من حاضرم، ما هر وقت میگی بریم، فقط مامانت اگه نمیخواد بره کلید بدیم بهش. مامانم میاد دیگه، یعنی چی؟ چی میگی پیمان؟ خواهرم منو تو رو صدا کرده، نمیشه که مادرت هم ببری. مگه جای کسی رو میخواد تعیین کنه؟ خب نمیتونم تنهاش بذارم که. باشه تو بمون خونه پیش مامانت، من میرم میگم پیمان کار داشت نتونست بیاد. این چه کاریه؟ خجالت بکش. من خجالت بکشم؟ تویی که هنوز مادرت برات تصمیم میگیره و نمیتونی ازش دل بکنی، خیلی بیخود کردی زن گرفتی. خوبه والا، قدم احترام بزرگترا رو نگر می‌داشتن. یه بزرگتر وقتی باید بهش احترام بذاری که بزرگی کنه، نه اینکه هر لحظه بخواد حقیر کوچیکت کنه. هر وقت فکر کردی بزرگ شدی و خودت میتونی واسه زندگی تصمیم بگیری، بیا دنبالم.